رهایش کنید! رهایش کنید بیراقه! درنده خواه! رهایش کنید! درنده خواه او را رها کنید! رهایش کنید! سپاش! مواظب خودت باش! مراقب باش! جناب یعقوب بیدار شوید، بیدار شوید جناب یعقوب. چه شده یا نبی خدا؟ گویا خواب میدیدید. صدایتان تا اتاق مجاور میآمد. آری، خواب رعب‌آوری بود. چند گرگ کودکی را دنبال کرده بودند. آنها کودک را در شکاف زمین سرنگون کردند و قصد دریدن او را داشتند. آن بچه که بود؟ او را نشناختید؟ دور بود، چهرهش را ندیدم، اما تقریباً در قد و قامت یوسف بود. نبی خدا حتما تعبیر خواب را می‌دانند، وگرنه این همه نگران نمی‌شدند. بلا و مصیبتی در کمین خاندان یعقوب است. خداوند بدی هیچ بنده ای را نمی‌خواهد. این بندگانند که با شیطان هم پیمان می‌شوند و بر سر راه یکدیگر دام می‌گسترند. خواب موجب آرامش خاطر می‌شود. قدری استراحت کنید. خداوندا، به تو پناه میبرم. عجیب است. جاد، اشیر، شما این همه سر و صدا را دیشب نشنیدید؟ نه، ما دیشب خواب بودیم، متوجه چیزی نشدیم. من یک لحظه بیدار شدم ولی چیزی نشنیدم. دیشب از سر و صدای پدرتان بیدار شدم. خواب میدید. بیدارش که کردم گفت در خواب 10 گرگ را دیده که به کودک هم قد و اندازه یوسف حمله کردند و او را در گودالی انداختند. نیمه شب بیدار شده بود و یوسف را نوازش میکرد و او را میبوسید. پدر اون کودک را نشناخته؟ میگفت چهرهش را ندیده، اما معلوم است که یوسف بوده، وگرنه بیدار که شد دست بر سرش نمیکشید و او را ناز و نوازش نمیکرد. اگر آن کودک یوسف بوده، حتما آن گرگا هم ما برادران بوده ایم. خیلی خنده دار است که پدرتان شما را چون گرگ ببیند. یعقوب میگفت در خواب دیده که 10 گرگ به کودکی که شبیه یوسف بوده حمله کردند و او را در شکاف زمین سرنگون نمودند. این که خواب بدی نیست. تو را چه شده بلهه؟
یعقوب فرزندان ما را چون گرگ دیده. تو این خواب را خوب میدانی؟ گرگ هایی که یوسف را میدرند گرگ های بدی نیستند. خود بچه ها باید کاری بکنند. خود بچه ها. موضوع چیست؟ گمان میکنم که بدانم. تا شبها هم به فکر یوسف است. در خواب هم یوسف می‌بیند. هر کجا می‌رود او را با خود می‌برد. می‌خوابد، با خود می‌خواباند. بیهوده جنجال مکن یهودا. ما که هنوز نمیدانیم دقیقاً پدر چه خواب دیده. در ثانی یوسف مثل ما جا و مکان و مادر ندارد. پس پدر مجبور است او را هر شب با خود اینجا و آنجا ببرد. ما دقیقاً میدانیم پدر چه خواب دیده. او در خواب ما را شبیه گرگ مشاهده کرده است. گرگ هایی که یوسف را میدرند. سلام پدر. شما نباید هر که هرچه گفت بپذیرید و بر سر آن جنجال بپا کنید. مادرم میگوید شما ما را در خواب به شکل گرگ دیده اید که به یوسف حمله کرده ایم و اینطور نیست. من فقط در خواب دیدم که چند گرگ به کودکی حمله می‌کردند. نه آن گرگ‌ها شبیه شما بودند و نه آن کودک شبیه یوسف. چون من اصلا چهره آن کودک را در خواب ندیدم. 10 گرگ معلوم است که ما 10 تنیم. من تعداد گرگ‌ها را در خواب شمارش نکردم. شما از کجا فهمیدید 10 گرگ بودند؟ من همه شما را دوست دارم. از زحمات شما همیشه سپاسگزار بوده و قدردانی کردم. اما نمیتوانم یهودا را که اینک جوانی برومنده است همچون کودکی بر زانو نشانده و او را نوازش کنم. میتوانم؟ آن زمان که شما کودک بودید همچون کودکان به شما محبت کردم. بر روی زانوی خود نشاندم، در کنار خود خواباندم. شما آن زمان هم محبت پدر را دیدید هم محبت مادر. یوسف و برادرش هر چه محبت ببینند باز هم به پای شما نمیرسند. از شما که اینک جوان برومندی هستین انتظار نداشتم که خود را با کودکی مقایسه کنید. جاد، اشیر، از مادرتان سوال کنید که دیشب چگونه شما را ناز و نوازش میکردید. آری، من دیشب بیدار بودم. دیدم که رو انداز من جاد را انداختید و دست بر سرمان کشیدید. پیشتر هم به شما گفتم گفتار و افکار شما نشانه حسادت است. این افکار شیطانی است. اجازه ندهید نمامان و بدخواهان آتش حسادت را در وجود شما شعله برگردانند. پدر، ما دوست داریم با یوسف بازی کنیم. شما چرا اجازه نمیدهید؟ من اصلا مانعی نمیبینم. او برادر شماست. چرا نمیتوانید با او بازی کنید؟ اطمینان دارم که او هم از بازی با شما لذت خواهد برد.
پس ما همکنون میتوانیم با یوسف بازی کنیم؟ چرا معطلید؟ عجله کنید. شما نمیخواهید گوسفندان را به صحرا ببرید؟ ما رو ببخشید پدر. به به به، چه جوانان برومند و مهربانی. خسته نباشی. چه میکنی؟ برای غذای ظهرمان شیر گرم میکنیم. نوش جانتان. ببینم میهمان ناخوانده نمیخواهی؟ شما که هستید؟ اینجا چه میکنید؟ ما از زمانی همین روستای مجاور است. کارم شبانی نیست. گهگاهی گوسفندانم را به صحرا میآورم. شما رو چه شده؟ مثل اینکه از وجود من در اینجا خوشحال نیستید. باید باشیم؟ حق با شماست. دیدن یک غریبه کسی را خوشحال نمی کند. اما حقیقت این است که من به خاطر شما به این سو آمدم. دیدار شما به شدت موجب استعجاب من شد. شما ما را میشناسید؟ آری، همه اهالی اطراف فرزندان یعقوب پیامبر را میشناسند. پس چرا از دیدار ما تعجب کردی؟ چون دیشب شما را در خواب دیدم. باورتان میشود؟ دیشب شما را در خواب دیدم. امروز در بیداری. این عجیب نیست. دوست دارین بشنویم؟ برای من تعریف کن. راستش را بخواهید خواب عجیب و غریبی بود. از آن سر در نیاوردم. خواب دیدم شما 10 برادرید و کودکی را بر روی تختی روان حمل می‌کنید. گویی همه شما برده او و او ارباب شما بود. گاه می‌دیدم که همان کودک بر عرابه‌ای سوار است و شما 10 تن چون 10 اسب عرابه را حمل می‌کردید. گاه می‌دیدم که او بر کرسی نشسته و شما 10 تن را به زنجیر کشیده است و شما برای او شبانی و مزرعه داری می‌کنید. مثل که با تعریف خوابم شما رو ناراحت کردم. ولی خواب چیز مهمی نیست. به آن بها ندهید. بهتر است بروم. عجب قیافه کری و زشتی داشت. پس شبان کو؟ به این صورت که نمیتواند از اینجا رفته باشد. او غیب شد؟ نمیدانم. شاید به زمین فرو رفت. نمیدانم که او که بود. ولی حرفایش مرا به فکر فرو برد. خواب او شبیه خوابهای یوسف بود. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام پدر. خسته نباشید. سلام پدر. خسته نباشید.
درود بر نبی خدا. درود خداوند بر تو فرزند. چه شده؟ گویا نزاع کرده ای؟ آری، با فرزندان شما. چرا؟ آنها مزرعه ما را تخریب کرده در آن گوسفند چرانیدند. به آنها اعتراض کردم، مرا به باد کتک گرفتند. یهودا، شمعون، لاوی، بیایید. چرا گذاشتید احشام مزرعه این جوان را تخریب کنند؟ مانع گوسفندان که نمیتوان شد پدر. حالا مگر چه اتفاقی افتاده؟ چرا او را کتک زدید؟ می توانی آنها را قصاص کنی. یا نبی الله، من از آنها گذشتم، ولی بگویید پس از این گوسفندان خود را برای چرا به مزرعه ما نیاورند. میگویند ما صاحب کنعانیم، هر کاری بخواهیم میکنیم و هر کجا بخواهیم میچرانیم. چه کسی این حق را به شما داده است که در مزرعه مردم گوسفند بچرانید؟ چه کسی به شما گفته است که صاحبان کنعان ما هستیم؟ پسرم، من از تو پوزش میخواهم. قول میدهم که دیگر احشام ما به مزرعه شما آسیب نرساند. من خسارت مزرعه شما را خواهم پرداخت. ما اشتباه کردیم. پوزش میطلبیم پدر. در کنعان هر کسی مالک و صاحب املاک خویش است. صاحبان اصلی کنعان فلسطینیان هستند، نه ما. پس ما اهل کجا هستیم پدر؟ پدر بزرگ من و جد شما ابراهیم خلیل الرحمن که مقبره او در مکفیله قرار دارد، از اهالی او در سومر و کلده در جنوب بین النهرین بود، یعنی نزدیک زادگاه شما پدان. پیش از اینان فلسطینیان در اینجا زندگی می‌کردند. اجداد این جوان که فلسطینی است، صدها سال پیش از ما در کنعان زندگی می‌کردند. البته پس از 100 سال اکنون همه ما عبرانی و کنعانی اهالی کنعان محسوب می‌شویم. همه شما باید با یکدیگر دوست باشید. یوسف پسرم، بیدار شو، بیدار شو. سلام پدر. سلام عزیز پدر. گویا خواب میدیدی نه؟ آری، خوابی عجیب. از آنها که گفتی برای کسی نگویم. حتی برای پدرت؟ در کنار گوسفندان نشسته بودم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
این گونه بود که یوسف به پدرش گفت پدرجان، من در خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که به من سجده می‌کنند. من به تماشای ستاره ها و ماه و خورشید بودم که بیدارم کردید. حدس تو درست بوده پسرم. این خواب را برای احدی نباید بگویی، مخصوصاً برادرانت. نادانند و غرور جوانی آنها را به حسادت وامی دارد. به خواهر و نامادری هایت نیز نگو، آنها همه را با خبر خواهند کرد. خورشیدی که قرار است روزی به تو سجده کند، همینک در مقابل تو زانو زده است و ماه و 11 ستاره نیز روزی در برابر تو به سجده خواهد افتاد. تو روزی بزرگ خواهی شد، هم به مقام مرتبت و هم به جایگاه معنویت. آن روز پدر و مادر و همه برادرانت در برابر تو سجده خواهند کرد. ولی تا آن روز از گفتن خوابت به شدت اعراض کن، مخصوصاً برای برادرانت. ممکن است به تو حسادت کنند و برایت دسیسه کنند. دسیسه؟ آنها از طرف برادرانم، فرزندان فرستاده خدا. از قدرت شیطان غافل مشو فرزند. شیطان برای انسانها دشمنی است آشکار و فریبشان می‌دهد، حتی اگر فرزندان انبیا باشند. خداوند تو را برای خود برگزیده است و علم تعبیل خواب را به تو ارزانی خواهد داشت و نعمتهایش را بر تو و خاندان یعقوب تمام خواهد کرد، همان گونه که بر پدرانت اسحاق و ابراهیم اتمام نعمت کرده و به آنان جایگاه امامت و ولایت عنایت فرموده.
خداوند روحت را شاد گرداند. فرزندانت را آوردم، میبینی؟ هر دو سلامت و شادابند. مادر، عمه فائقه نیست ما را ترک کرد. از آن روز دوری تو را بیشتر احساس میکنه. میدانم که هیچ کس جای تو را برای یوسف و بنیامین نمیگیرد، اما من و لیا تمام سعی خود را میکنیم که این دو غم بیمادری را کمتر احساس کنیم. پدر، خوابم را برای مادر تعریف کنم؟ مژده‌ای برایت دارم راهی. فرزندمان در آینده به مقام نبوت خواهد رسید. این را از خوابی که دیشب دیده بود فهمیدم. مادر، خاله لیا و پدر خیلی به من و یوسف محبت میکنن. نگران ما نباش. آسوده بخواب راهی، آسوده بخواب. نمیگذارم غم بیمادری فرزندمان را آزار دهد. سلام پدر. سلام دخترم، خسته نباشی. بجی. من برایت گندم بیاورم. پدر شما را کجا برده بود؟ به زیارت مزار مادرم. راحیل رفته بودیم. با من چه کار داشتی؟ دیشب یعقوب جانشین خود را تعیین کرد. گفتم شاید شما هم مشتاق دانستن باشید. خب خیالتان راحت. از فرزندان من و شما نیست. یوسف فرزند راحیل. واضح‌تر سخن بگو. موضوع چیست؟ من از جایی بیدار شدم که به یوسف میگفت خوابت را برای برادرانت نگو. تو فرستاده خدا و وارث اسحاق ابراهیم هستی. و از همه شنیدنی تر این که میگفت تو سرور و بزرگتر برادرانت خواهی شد و آنها به تو سجده خواهند کرد. و خود در برابر یوسف زانو زده بود و او را میبوسید. اگرچه دوست داشتم جانشین یعقوب از فرزندان من باشد، اما اگر نبی خدا این گونه میخواهد، من نیز تسلیم هستم. یعنی تو میتوانی سروری یوسف بر فرزندانت را تحمل کنی؟ چاره ای نیست. اگر تصمیم یعقوب این است میپذیرم. شما هم بهتر است همین کار را بکنید. ولی من این مطلب را نمیتوانم. من هم گمان میکنم باید اطاعت کنیم. بانولیا حتما درست میگویند. ما باید از فرامین رسول خدا اطاعت کنیم. امیدوارم برادران یوسف این انتخاب را بپذیرند. تو چقدر ساده ای. همه چیز را که نباید به لیا گفت. بنشین، باید کاری کرد. فرزندانمون صحبت کنیم. کجا می رود او را با خود میبرد. میخوابد با خود میخوابد. یوسف خواب دیده. خواب سروری بر شما را.
مطمئن باشید. این که کاری نداره، از یوسف میپرسیم. فکر میکنید اگر خواب دیده باشد میگوید؟ آری یوسف دروغگو نیست. اگر دیده باشد میگوید. برویم. یهودا یوسف بله برادر. تو میدانی که ما برادر خوب و مهربانمان یوسف را دوست داری؟ من هم شما را دوست دارم. راستی یهودا، من کی مثل شما بزرگ میشوم؟ تو بزرگ هستی و از بزرگی و جایگاه بالای خود نزد پروردگار به خوبی باخبری. منظور شما کدام جایگاه هست؟ همون که دیشب در عالم رویا نشانت دادن. خواب را به یاد داری؟ خوابی که خودت دیدی؟ ما وقتی فهمیدیم تو خوابی دیده ای که نشانگر رفعت درجه و مقام توست خیلی خوشحال شدیم. پدر به شما گفت که من خواب دیدم؟ آخر من به جز او به کسی نگفتم. نه پدر که نگفت، من خودم شنیدم. نیمه شب که به حیاط آمده بودم متوجه شدم که پدر به تو میگفت خواب خود را به کسی نگو. گفت که تو در آینده جایگاهی والا خواهی یافت. خب خوابت را برای ما خواهی گفت؟ پس این را هم شنیدید که پدر گفت خواب خود را با کسی نگویم. چه اشکالی دارد؟ برادران تو میخوان در شادی تو شریک شوند. میدانم که مرا دوست دارید و شاید گفتن خواب برای شما اشکالی نداشته باشد، اما از فرمان پدر نمیتوانم زد پیچی کنم. به پدر خواهم گفت که تو قصد زدن یوسف را داشتی. بس کن دینه. یهودا که قصد زدن نداره، فقط از دست یوسف کمی خشمگین است. یهودا چرا ناراحت شد؟ مگر تو به او چه گفتی؟ چیزی را که او میخواست نگفتم. خوابم را. آنها از کجا میدانستند که من خواب دیدم؟ جز پدر کسی نمیداند. به پدر خواهم گفت که یهودا میخواست تو را بزند. نه نگو. چرا؟ من برادرانم را دوست دارم. نمیخواهم پدر از آنها رنجیده شود. راستی دینه، چرا یهودا مرا دوست ندارد؟ در حالی که پدر میگفت برادران باید یکدیگر را دوست بدارند و به همدیگر احترام بگذارند. بله زلفا لیا، بیایید گندم آوردم. سلام پدر. سلام دخترم. سلام. خسته نباشی. بچی. خسته نباشی. بله دستاست را آماده کن که آرد برای خمیر نداریم. اولین گونی گندم امسال. به زحمت کاهدانه را از یکدیگر جدا کردم. بیا بسرم. پدر، برادرانم همه میدانند که من خواب دیدم. از کجا فهمیدند؟ نمیدانم. آنها از خواب من پرسیدند. وقتی پاسخ نگفتم بر من پرخاش کردند. بله
بله یا نبی الله. تا کنون چندین بار شاهد نمامی ها و آتش افروزی های تو بودم، ولی سکوت کردم به این امید که دست برداری و خود را اصلاح کنی. اما ظاهرا مثل این که تو تصمیم گرفته ای تا برادران را به جان یکدیگر نینداخته ای آرام نگیری. من نمیدانم نبی خدا از چه سخن میگویند. من بیگناهم. من دیشب در جوار سرای تو بودم. یوسف آنجا خواب دید و همانجا برای من تعریف کرد. به غیر از من و یوسف احدی از این ماجرا با خبر نبوده. جز تو چه کسی میتواند این خواب و تعبیل آن را شنیده باشد؟ ولی من سوگند میخورم که دیشب دروغ میگویی. دروغ میگویی. من دیشب متوجه صدای درون اتاق تو شدم، خود را به آنجا رساندم، ولی چون تو و فرزندانت را خفته دیدم به شنیده های خود اعتنا نکردم، در حالی که درست شنیده بودم. تا کنون چندین بار زلفا را فریفته و به نمامی واداشته ای. یهودا و برادرانش را بر ضد یوسف برانگیخته ای. فرزندانت را به سوی کینه با یوسف سوق داده ای، اما من سکوت کردم. اگر یک بار دیگر خطاهای گذشته خود را تکرار کنی، فرزندانم را میگیرم و تو را به دیار خود به فدان در بابل میفرستم. شنیدی چه گفتم؟ نه 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 نه. با نبی خدا عهد میکنم که از این پس هیچگاه ایشان را به خشم نیاورم و همیشه از فرامینشان اطاعت کنم. مرا ببخشید، من کنیز شما هستم. من جز شما کسی رو ندارم. مرا همینجا دفن کنید، اما از فرستادن به فدان سخن نگویید. نه. تردیدی نیست که خورشید پدرمان، ماه مادرمان و 11 ستاره هم که معلوم است. پدر آنقدر به این کودک ناچیز بی مادر پر و بال داده که در عالم رویا خود را معبود و ما را ساجدین خود میبینه. نه فقط ما، بلکه حتی پدر و مادر خود را نیز در حال سجده خود میبینه. امروز کسی از اینجا بیرون نمیرود تا تکلیف یوسف و ما روشن شود. من همه فرزندانم را دوست دارم، اما علاقه من به یوسف به خاطر عنایت خداوند به یوسف است. امیدوارم فرزندانم این علاقه را درک کنند و همیشه با یوسف بر سر مهر باشند و عداوت نکنند. او به راستی چنین گمان میکند که بر ما و پدر مادر من برتری دارد و روزی بر ما سروری خواهد کرد. برای یوسف توهم پیش آمده. همه این خیال پردازی ها در نتیجه توجه زیاد پدر به او و محبت‌های بیش از حد مادر است. من نمیدانم چرا پدر یوسف را از همه ما بیشتر دوست می‌دارد. مگر من و شما از او چه کم داریم؟ تمام زحمات اداره امور خانواده به دوش ماست. جمع‌آوری محصول کشتان به عهده ماست. شبانی گوسفندان و نجاتشان از دهان گرگ به عهده ماست. آب آذوقه و نگهداری گوسفندان، تمیزی آغل‌ها و جمع‌آوری فضولات آنها همه به عهده ماست. آن وقت همه مهر و محبت پدر و مادرمان و سابق بر این هم عنایت و توجه عمه فائقه همه برای یوسف است. برای این کودک ضعیف و بی‌مقداری که حتی از پاک کردن آب بینی خود هم عاجز است. جلب نظر و محبت پدر کم بود؟ به تازگی هوس برتری و سروری بر ما را هم در رویاهای خویش میپرورد. من پدر را در گمراهی آشکار میبینم. همه این خطا از ناحیه اوست، ولی من سکوت نمیکنم و سروری فرزند راحیل را نخواهم پذیرفت. ما هم نمیپذیریم، اما چاره معقول چیست؟ شاید شما جسارت گفتن نداشته باشید، اما من میگویم یوسف باید کشته شود. کلمات خطرناک است. این گونه راحت به زبان نیاورید. چرا نباید گفت؟ بدین ترتیب هم پدر را به خاطر تبعیض در رفتار مجازات کرده ایم، هم فرزند راحیل آرزوی سروری بر ما را به گور خواهد برد. اگرچه من جسارت یهودا را ندارم، ولی
به نظر من هم تنها راه همین است. چگونه میتوان تحمل کرد؟ از زمانی که یوسف چشم جهان گشوده همه این نظرها رو به سوی خود جلب کرده و همه این محبت‌ها رو به خود اختصاص داده است. من که صبرم تمام شده. تا کی میتوان تحمل کرد و در برابر پدر مادرمان چیزی به اون نگفت؟ مراقب باشید. قتل برادر و نافرمانی پدر گناه عظیم است که قطعاً عذاب جهنم را به دنبال خواهد داشت. من برای آن هم راهی دارم. توبه. چند روزی که از کشتن یوسف گذشت از خداوند طلب بخشش میکنیم. خداوند هم که بزرگ ما گذشته است ما را خواهد بخشید. همان گونه که همه گناهکاران فکر میکنند. گناهی میکنیم، خطایی مرتکب میشویم و بعد توبه میکنیم. مگر جز این است؟ بعد از کشتن یوسف و جلب محبت پدر توبه کرده خود را اصلاح میکنی؟ اگر خداوند توفیق توبه را از ما سلب کرد چه؟ همیشه امکان توبه برای خطاکار میسر نیست و اگر توفیق توبه نیابیم تا به ابد نفرین شده و ملعون خواهیم ماند و این در خاطر آیندگان باقی خواهد ماند که دست جمعی از پیامبرزادگان به خون برادرشان آغشته شد. من حرفای لاوی را قبول دارم، اما بیفایده است مگر اینکه لاوی راهی بهتر از یهودا برای حل مشکل یوسف ارائه کند. مخالفت ساز کردن نقش پرهیزگاران را بازی کردن مشکل نیست. اگر میتوانی راهی ارائه کن. مگر مقصود ما جلب نظر و محبت پدر نیست؟ خب معلوم است هدف ما جلب نظر پدر است. همین. بسیار خوب. کاری کنید که چشم پدر به یوسف نیفتد. او را از پدر دور کنید. چندی که گذشت یوسف را فراموش کرده و نظرش به سوی شما جلب خواهد شد. این هم که ممکن نیست، چون پدر یوسف را لحظه‌ای از خود دور نمی‌کند. خب بیایید درباره این فکری بکنیم. ابتدا بپذیریم که کشتن یوسف راه چاره نیست، بعد برای دور کردن یوسف از پدر راهی پیدا خواهد شد. خب بروید. او هفته یک روز در مکفیله خلوت میکند. بهتر نیست مزاحم عبادت او نشویم؟ در هنگام عبادت به کار دیگری نمیپردازد. از قضا و اینک در مکفیله تنهاست. بهترین فرصت همین امروز است که با خاطری آسوده و بدون مزاحم با او سخن بگوییم. بروید ببینم چه میکنید. سلام پدر. سلام پدر. سلام فرزندانم. میبینیم با معبود خویش خلوت کردیم. آیا ما را نیز دعا میکنیم؟ برای شماها همیشه دستم به درگاه خداوند است. اینجا چه میکنید؟ میدانید که امروز به کار دیگری نمیپردازم. آمده ایم اجازه بگیریم که یوسف را با خود به صحرا ببریم. چه شده؟ چرا به این فکر افتاده اید؟ دلیل خاصی ندارد. دوست داریم یوسف را با خود به صحرا برده تا هم کمی بازی و تفریح کند، هم به او رموز کاردانی و گله‌داری را بیاموزیم. اینک دوران کودکی و بازیگوشی یوسف است. بزرگتر که شد او هم مثل شما به صحرا خواهد آمد. قول میدهیم مواظب او باشیم. آری پدر، قول میدهیم. هنوز زود است. بعداً
باید میدانستم که انجام چنین کاری در عرضه و توان شما نیست. تو که عرضه و توان داشتی خود نزد پدر میرفتی. مثلا ما پیامبرزاده ایم. من میدانستم که جز کشتن یوسف راهی نیست. بی نتیجه بودن راهی که لاوی پیشنهاد داده بود از همان ابتدا معلوم بود. پدر هیچگاه یوسف را از خود دور نمی‌کند. شما که نمیتوانید یوسف را در حضور پدر بکشید. میتوانید؟ در هر حال ابتدا باید یوسف را از پدر جدا کنید، آنگاه چاره‌ای برای او بیاندیشید. من راهی به نظرم میرسد. تنها کسی که میتواند پدر را متقاعد کند که یوسف را همراه ما به صحرا بفرستد خود یوسف است. او را وسوسه کنیم و از لذت گشت و گذار و بازی در صحرا برایش بگوییم. اگر او خود تقاضای همراهی ما را داشته باشد قطعاً پدر با او مخالفت نخواهد کرد. این همراهی است. امتحان میکنه. تو دوست داری همیشه اینجا در خانه بمانی و با بنیامین و دینه بازی کنی؟ آری، من بازی با دینه و بنیامین رو دوست دارم. من هم دوست دارم با شما بازی کنم، اما نه اینجا. بازی و تفریح در کوه و صحرا خوب است. چرا گله را حرکت نمی‌دهید؟ منتظر برادرانمان هستیم. شماها امروز به صحرا نمی‌روید؟ همکنون حرکت میکنیم. آماده ایم اجازه بگیریم امروز یوسف را هم با خود ببریم. چرا اجازه نمیدهید یوسف با ما به صحرا بیاید؟ تا هم کمی به ما کمک کند و هم کمی تفریح و بازی کند. دشت همه جایش زیبا و پر از ریاحین است. تا به حال تمشک خورده ای؟ نه، چگونه است؟ بسیار خوشمزه است و من خیلی دوست دارم. تا به حال چشمه های جوشان و نهرهای روان دیده ای؟ حقیقت این است که یوسف مادر ندارد. به خواسته مادرش نگهداری از او خب دهی نیست به گردن من. در ثانی پدر مادران موظفند بیشتر مراقب بچه‌های کوچک خود باشند. مردم ما را ملامت میکنند که مگر پدرتان به شما اطمینان ندارد که یوسف را با شما همراه نمی‌کند؟ لااقل بگذارید امروز را با آنها باشد تا نیش و کنایه مردم فروکش کند. او طفلی بیش نیست و من به او عادت کردم. اگرچه رفتن به صحرا و کار و تلاش برای او مفید و سازنده است، اما هنوز دویدن به دنبال گله برای او زود است. ولی ما کوچکتر از یوسف بودیم که به صحرا میرفتیم. شما که تنها نرفتید. من به تدریج یوسف را نیز همچون شما به صحرا خواهم آورد و به تلاش وادار خواهم کرد. اما تنها فرستادن او اصلا صحیح نیست. ما هم میتوانیم به او کار و تجربه بیاموزیم و هم به عنوان برادر بزرگتر ناصح و دلسوز او باشیم. من هم دوست دارم یوسف رشد کند، با تجربه و کاردان شود، اما او کودک است، دلبسته محبت من و دل مشغول خانه می باشد. هنوز با شما نیامده تقاضای مراجعت خواهد کرد و بهانه مرا خواهد گرفت. آنچنان او را به بازی و شادی مشغول کنیم که اصلا به یاد شما خانه هم نیفتد. چه کیفی دارد خوردن از آب چشمه و بازی در آب نهر. تمام برادران با یکدیگر بازی میکنیم و تفریح میکنیم و کشتی میگیریم. غذایمان شیر داغ است و گوشت بریان. ما احساس میکنیم که پدر به ما اطمینان ندارد. من به شما اطمینان دارم، به گرگ های صحرا اطمینان ندارم. بیم آن دارم شما سرگرم بازی و مشغول کار شوید و از یوسف غافل بمانید و گرگ او را بخورد، چون در خواب دیدم که گرگ ها کودکی را دنبال میکردند. این دیگر از آن و آن آسپه دار.
خوب بود شما خود شاهد کشتن آن گرگ بودید. اگر گرگ یوسف را بخورد پس ما 10 جوان برومند به چه کار میاییم؟ یعنی ما آنچنان زبون و ناتوان شده ایم که نمیتوانیم برادرمان را از خطر حمله گرگ حفظ کنیم. پدر، منو با برادرانم به صحرا گردش میفرستی؟ پسرم تو هنوز کوچکی، باید با همسن و سالای خودت بازی کنی. ولی پدر من دیگه بزرگ شدم، دوست دارم با برادران بزرگتر از خودم بازی کنم. اجازه دهید با آنها به صحرا بروم. این را چه میگویید پدر؟ یوسف خود نیز مشتاق همراهی با ماست. آری پدر، اجازه دهید یوسف با ما به صحرا بیاید. خواهش میکنم پدر، خواهش میکنم اجازه دهید با برادرانم به صحرا بروم. پدر، خواهش میکنم. بسیار خوب، موافقم. درود بر تو پدر. سپاسگزاریم. بسیار خوب یوسف. برویم. صبر کنید. باید یوسف را آماده کنم. باشه. بیا پسرم، بیا. مراقب یوسف باشید. او چون شما تحمل سختی را نداره. نگران نباش مادر، نمیگذاریم به او سخت بگذره. از برادرانت دور نشو. از خودت مراقبت کن فرزندم. این پیراهن را هم بپوش. این که برای من خیلی بزرگ است. تو بپوش، خواهی دید که اندازه می شود. این پیراهن برای هر کسی که لیاقت پوشیدنش را داشته باشد اندازه می شود. پدر، این که اندازه هم شد. این پیراهن از بهشت برای پدر بزرگم ابراهیم آمده. ابراهیم خلیل الرحمن این پیراهن را به پدرم اسحاق داده. ایشان نیز به من سپردند و همینک به تو رسیده. از این پیراهن خوب محافظت کن و آن را از خودت دور نکن. همه جا تو را به سلامت خواهد داشت. اصلا آن را به کسی نشان نمیدم. خداوند تو را از همه بلاهای آسمانی و زمینی محفوظ بدارد. همه جا با برادرانت باش و هر چه گفتند گوش کن. برویم پسرم. خب یوسف هم آمد. برویم. یوسف. من هم تا بیرون شهر با شما میام. بسیار خوب. برویم. نگران نباشید پدر. ما امروز با یوسف روز خوبی را خواهیم داشت.
برادرانت خیرخواه و دلسوزتانند. کاری داشتی به آنها بگو. یاریت میکنم. مراقب خودت باش پسرم. برای یوسف آب و غذای کافی گذاشتم. مبادا گرسنه بماند. حتما. لاوی، یوسف را به تو میسپارم. نگذار آسیب ببیند و به او سخت بگذرد. پدر اجباری نیست. اگر خیلی نگران هستید اجازه ندهید یوسف بیاید. نه مانعی نیست. او را ببرید. اما مراقبش باشید. من از طرف خود و برادرانم به شما اطمینان میدم که غروب یوسف را شاد و خندان نزد شما بازگردانم. برویم یوسف. برویم. یوسف گله را حرکت دهید. برویم یوسف. نگران نباشید. برادرانش از اون مراقبت خواهند کرد. چه میکنی یهودا؟ زانویم درد گرفت. این چه جور بازی است؟
پدر را به یاری بخوان. بخوان پدر. پدر چرا معطلی؟ پدری در کار نیست. فریاد بزن. تو به امروز جز مهر و محبت پدر ندیده بودی. دیده بودی؟ همه علاقه و توجه پدرمان اسرائیل فقط برای تو بود. گناهم چیست؟ چرا مجازاتم میکنید؟ برخیز ببینم. تو میخوایی از ما برتر باشی؟ این آرزو را به گور خواهی بود. ما تو را زنده نخواهیم گذاشت. پدری که از ما گرفتی کجاست؟ صدایش کن. بگو به فریادت برسد. ما همه فرزندان اسرائیل هستیم. تنها تو نیستی. پدری که دامان او جایگاه امن تو بود کجاست؟ بگو کجاست؟ باز هم شیرین زبانی کن. از خوابایت بگو. چرا نمیگویی ستارگان رویایت را یاری کنند ها؟ چه میدانم؟ به یک باره چه اتفاقی افتاده؟ این دیگر چیست؟ چنین طوفانی را ندیده بودم. برخیز به داخل برویم. عجله کن. شیرین شنیدی؟ چه چیزی را؟ گویی یک نفر در باد فریاد میزند پدر. من یه چیزی نمیشنوم. عجیب است، عجیب است. چه شده؟ کفش‌های زیبایت پاره شده؟ لباس‌های تمیزت خاکی شده ها؟ چه حیف. موهای شانه کرده‌ات پریشان شده. هنوز هم میخواهی بر ما سروری کنی؟ یتیم راهی خوب نگاه کن، خوب نگاه کن. سجده کنندگانت را خوب نگاه کن. حال چه کسی به سجده افتاده؟ تو؟ یا ما؟ پدر! یوسف کجاست؟ به همراه برادرانت به صحرا رفت. چرا گذاشتی برود؟ من چند بار شاهد کینه‌توزی‌های برادرانم با یوسف بودم. چرا اجازه دادید؟ نگران نباش دخترم. او خود دوست داشت که با برادرانش به تفریح و گردش برود. مگر شما او را دوست نداشتید؟
چرا دوست دارم، اما برادرانت اصرار کردند و من برای جلب اعتماد آنان چاره‌ای جز موافقت نداشتم. خیلی نگرانم. دست خودم نیست. من خوابهای پریشان دیدم. یوسف در جای تاریکی بود و مدام گریه میکرد. من به فرزندانم اطمینان دارم. آنها یوسف را به سلامت باز میگردانند. اما من تردید دارم. باید چه کسی به خاک افتاده؟ تو؟ یا ما؟ بگو به سجده کنندگانت همان ماه و ستاره ها به یاریت بیاید. رهایم کن لاوی، رهایم کن تا او را نزد مادر مردش راهی روانه کنم. قرار ما بر این نبود. با یکدیگر توافق دیگری داشتیم. آن توافق برای بستن دهان تو بود. ولی من رهایت نمیگذارم یوسف را بکشی. رهایش کن لاوی، بگذار کار را تمام کنم. پس بهتر است اول من را بکشی، چون اگر زنده بمانم به پدر خواهم گفت. یا از یوسف بگذر یا اول خودت کشته خواهی شد. یکدیگر را رها کنید یهودا. تو نگذاشتی کار را تمام کنم. یک روز پشیمان خواهی شد. میدانم که خداوند هیچ ما را نخواهد بخشید. من از تو پوزش میخواهم. لاوی را ببخش. به خداوند سوگند تصور نمیکردم با تو این چنین کنم. پیامبران و پیامبرزادگان باید خود را برای مصائب دنیا آماده کنند، اما من گمان نمی کردم که اولین مصیبت از جانب برادرانم بر من فرود آید. خنده‌ات برای چیست؟ ساعتی پیش که مرا از به دستتان دید، هر یک مرا نوازش میکردید و بوسه میدادید. یهودا مرا بر 4 پا نشاند. با خود گفتم آنکه چنین برادرانی دارد نه از دشمن باید بترسد و نه نگران خطر باشد، حالا که اولین دشمنان همین برادران است. بیچاره آنکه به جز خدا به دیگری دل خوش کند. ببینم میخوایی با این چه کنی؟ معلوم است نزد پدر باز میگردی. این که خیال خامی است. حتی اگر به قیمت جان هر دوی شما تمام شود نمیگذاریم او را بازگردانیم. چاره دیگر بیاندیش. چه کنم؟ هر دوی ما رو خواهند کشت. فعلا باید مانع کشته شدن تو شوم و بعد خدا بزرگ است. بسیار خوب، او را به کاروانیان رهگذر بسپارید تا به خود به جای دور ببرند. ولی ما که نمیتوانیم با دست خود او را به کاروانیان تقدیم کنیم. مشکوک نخواهند شد. چرا او را در جایی نمیگذارید که کاروانیان خود او را بیابند؟ مثلا بالای درختی جایی. بهتر است درون چایی پنهان کنید تا کاروانیان به هنگام کشیدن آب او را بیابند و با خود ببرند. چای آبشون. در نزدیکی اینجا چاهی میشناسم که کاروان تجاری مردم حجاز از آنجا عبور میکنند. اگر او را در آنجا بگذاریم زود پیدایش میکنند. ها؟ بسیار خوب، برویم. دان، نفتالی، گله را حرکت دهید.
پدر کی باز میگردن؟ نگران نباش دخترم، تا غروب وقت زیادی هست. چند روز پیش یهودا میخواست یوسف را مجازات کند، لاوی نگذاشت. چرا؟ مگر از یوسف خطایی سر زده بود؟ نه پدر، فقط نمیخواست خوابش رو برای یهودا تعریف کند. من از او خواستم که نگوید. چه شد؟ چرا نمیرسی؟ در این نزدیکی چاه بود. شما به کجا میروید؟ میخواهی تا یوسف را از چاه در آوردن اون حقیقت را به کاروانیان بگوید و آنها او را نزد پدر ببرند؟ چاه هرچه دورتر باشد بازگشت او غیر ممکن‌تر است. رسیدیم، چاه آنجاست، کنار آن تک درخت. آبان چاه شور است. من آن را میشناسم. چه بهتر. کاروانیان به همین خاطر هیچگاه در کنار این چاه سراغ نمی‌کنند. صدایش رو در نیاور. من مخصوصم به این سمت آمدم. اما این به معنی کشتن یوسف است. خیلی عمیق است. مانعی نیست. جاد، اشیر، تنها پایی که برای بستن علوف با بار 4 پا آورده این بیاورید. اگر به هم بسته شود بلند خواهد شد. یهودا، آب این چاه شور است. هیچ کاروانی از آن آب بر نمیگیرد مگر به اجبار و خطا. من اطمینان دارم توی در این چاه از تشنگی خواهد مرد. من خود میدانم. بیهوده که به این سر نیامدم. به هر حال همین است. چه زنده بمانه چه بمیره. بیا. کاری با او نداشته باش. من خودم این کارو خواهم کرد. مرا ببخش. کاری از من ساخته نیست. گناه من چیست؟ این چه ظلمی است که در حق من میکنید؟ تو گناه نداری. ما تحمل برتری و سروری تو را نداریم. ما به جایگاهی که خداوند برای تو قرار داده حسادت میکنیم. من از تو میترسم. تاریک است. نترس برادر. خداوند با توست. از تو حفاظت میکنه. یهودا، من از شما میترسم. گوش کن برادر. مگر شما نمیخواهید که من از پدر دور شوم؟ به تو قول میدم که اگر رعایم کنید از اینجا به جایی بروم که پدر هیچگاه تو مرا گفتی و من هم باور کردم. من از شما میترسم. صبر کنید. باز چه شده؟ اگر نزد پدر بازگشتیم و از یوسف پرسید چه پاسخی بدهیم؟ میگوییم گرگ را خورد. آری، پدر خودم نگران بود که مبادا یوسف نصیب گرگ شود. پدر میداند کنان گرگ بسیار دارد. اما من فکر میکنم نشانه ای لازم است. نشانه؟ مثلا پیراهن گرگ خورده یوسف نشانه خوبی است. بیا پایین ببینم.
صبر کنید خواهش میکنم غلامی کاری دارم نبی دست نگه دارید ببینم چه میگوید بیهوده وقت تلف نکن برو پایین شما که اون رو در چاه خواهید انداخت چند لحظه دیرتر یا زودتر چه تفاوتی داره بگذارید ببینم چه میگوید بگو چه میخوایی برادر میخواهم با تو تنها سخن بگویم مگر نشینی چه گفت من تو را دوست دارم و به خوبی تو یقین دارم اگرچه برادرانم با من بدی میکنم اما همه آنان را نیز دوست دارم نمیخواهم از جانب من یه زنی با آنان برسد مبادا پدر از ستمی که بر من کردید مطلع شود که نفرین او همه شما را نابود خواهد کرد به دیگران هم نگویید ممکن است پدر را با خبر کنید این واقع از خداوند پنهان نخواهد بود از خشم خداوند در امان نخواهید ماند توبه کنید تا خداوند به خاطر ستم بر کودکی ضعیف بر شما عذاب نازل نکند خداوند ما رو ببخشید به گفته پدر من یکی از پیامبران الهی خواهم شد شما این را میدانید و این گونه بر من ستم میکنید من نگران آنم که شما بنی اسرائیل و فرزندانتان با انبیای بعد از من هم این چنین کنید نفرین بر ما سعی دارم نفرین بر ما از خدا بیخبران کاری که ما بنی اسرائیل با برادر خود میکنیم درندگان با هم خون خود نمیکنن آننگ برادر کشه قابیل را بار دیگر زنده میکنیم چه شده؟ چرا معطل میکنید؟ بیایید ببینم یاری نکن جز تو یاری کننده نمیشناسم لامی سامو مادر کمکم کن لامی من میترسم بروید تناب کنید لامی خدا را کمکم کن یوسف افتاد لاوی یوسف 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 صدایش قطع شد چه شده؟ مگر همین را نمیخواستید؟ فقط تو این را میخواستی قرار ما این نبود از ابتدا نقشه قتل او را داشتی تو تقاص پس خواهی داد تو روی قابیل را سفید کردی قابیل برادر با هم برابر خود را کشت ولی تو طفلی صغیر را کشتی نفرین خداوند بر تو نفرین اگر نفرینی هست برای همه هست ما همه با هم شریکیم شما هم در این کار مقصرید پس بیهوده ادا یک برادر فداکار را برای من در نیاورد
شما باید یوسف باشی. آری من یوسف هستم. میدانستم که روزی شما را خواهم دید. شما کی هستید؟ مردی از ادوار گذشته، از دل تاریخ. مرا از کجا میشناسید؟ یکی از انبیای گذشته ماجرای شما را برای من تعریف کرد و من شیفته شما شدم. آرزوی دیدارتان را داشتم. از اون نشانه شما را خواستم. گفت روزی در این چاه شاه دنیا ظاهر خواهد شد. و شما هم در اینجا به انتظار من نشستید. 1200 سال است که انتظار شما را میکشم. 1200 سال؟ آری، منتظر یک نجات دهنده، پیامبری که وعده آمدنت را داد. گفت برو درون چاه دنیا بنشین، یک روز یوسف خواهد آمد و امروز آن روز موعود است. من هم از دیدار شما خوشنودم. من حضور همه انبیا را درک کردم و هر یک تو را پیامی دادند. هود نبی می گفت یا یوسف تو دادگری، داد ستم دیدگان بستان. صالح نبی می گفت یا یوسف کنیه تو هم نام من است، به احقاق حقوق بندگان برخیز. یونس نبی می گفت تو وارث همه انبیای گذشته ای، بر آرزوی آنان جامعه عمل می پوشان. پیامبری که وعده آمدنت را داد نشانه‌ای برای تو فرستاد. موعود. موعود؟ از شما سپاسگزارم. نشان ارزشمندی است. حال از من چه می‌خواهی؟ آرزوی ملاقات شما را داشتم که دیدم به دیدار شما روشن شد. اینک هیچ آرزویی ندارم. به نصیحت شما نیاز دارم. چیزی بگویید تا در این چاه دنیا مرا به کار آید و گره‌های ناگشوده را پوشم. رمز همه هستی در دستان توست. تو را به نصیحت چه نیاز؟ کدام رمز؟ خوب بنگر. هر دست تو را چند بند و چند انگشت است. پنج انگشت و 14 بند. این همان رمزی است که گفتم. 5 و 14. 5 و 14 یعنی چه؟ این رمز در زمان ظهور آخرین پیامبر گشوده خواهد شد و رمز وجود هستی در همین 2 عدد است. به آنها متوسل شو، آرامش و نجات خواهی یافت. آرامش و نجات خواهی یافت. آقای پیرمرد، مرد منتظر کجا هستی؟ نکنت خواب میدیدم. رمز همه هستی در دستان توست. چرا فشردن این مهره به من آرامش میده؟ طوفان خوابید. تا کی میخواهید اینجا بمانید؟ نمیرویم؟
زنده است. یوسف زنده است. یوسف خیالتان که راحت شد. پس چرا ایستاده اید؟ برویم. نمیشنوید؟ برویم دیگر. نگران شده بودیم مبادا غرق شده باشی. چرا پاسخ نمیدادی؟ من خودی نمیدانم چگونه نجات یافتم. منو بیرون بیاورید. من میترسم. اینجا تاریک است. نمیتوانم. برادران سنگدل و نامهربانت نخواهند گذاشت. مجبوری تحمل کنی. به خداوند توکل کن. دیر وقت است. ما باید برویم. ولی من به زودی باز میگردم و برایت غذا و آب میآورم. نگران نباش. نگران شوریاب نباش. برایت آب شیری میآوریم. شما از ابتدا قصد کشتن او را داشتید و میدانستید آب این چار شور است و او هلاک خواهد شد. میدانستم، اما یهودا نگذاشت که بگویم. برویم دیگر. راه طولانی است. اینجا شیرین است. فرزندان اسرائیل رفتن. من نیز مجبورم بروم. فردا باز میگردم. امشب را باید تحمل کنی. لاوی روبی شمون